جسد محیدین زاهدزاده مفتش اداره امور داخلی شهر قرغانتپه که شام 1 دکبر بر اثر انفجار مواد ترکنده در جای کارش جان باخت در زادگاهش جماعت کبود سیف‌الدینوی ناحیه 5 به خاک سپرده شد. تا حال جزئیات ترکش معلوم نیست. مقامات گفتند که تحقیق شروع شده است و تا انجام آن باید منتظر شد. نزدیکان محیدین زاهدزاده نیز گفتند که سبب اصلی ترکش را نمیدانند. جلال زاهدوف پدر محیدین زاهدزاده روز 2 دکبر بعد به خاک سپردن پسرش در صحبت با رادیو آزادی گفت در گردن او جراحت وزنین را دیده است. او گفت به گردنش اسکالک رسیده است. جسد را دیشب به ما سپردند و بیش از این معلومات نداد. اسام‌الدین شریفزاده معاون رئیس ناحیه 5 روز 2 دکبر در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که مراسم دفن مفتش ساعت 10 روز شنبه صورت گرفت. سید جعفر گورززاده رئیس جماعت دهات کبود سیف‌الدینوف گفت جسد محیدین زاهدزاده در دهه برقه به خاک سپرده شده است. در همین حال یک منبع در نهادهای انتظامی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت کاپیتان میلیسا محیدین زاهدزاده با پرونده‌های مخصوصاً وزنین از جمله پرونده‌های مربوط به تروریسم کار می‌کرد. این همصحبت ما بدون بردن نامش گفت زاهدزاده وقت‌های اخیر برای تحقیق پرونده نفری که به تروریسم متهم است دلیل جمع آوری می‌کرد. اما یک منبع دیگر گفت محیدین زاهدزاده با آموزش مواد کهنه ترکنده مشغول بود که کارمندان شعبه کارهای داخلی جمع آوری کرده بودند. او باید رقم‌های آنها را مشخص کرده در پرونده قید می‌کرد. اما چگونه این ترکش رخ داده است معلوم نیست. ترکش ساعت 18 روز 1 دکبر رخ داد. محیدین زاهدزاده بیش از 4 سال در شعبه کارهای داخلی شهر قرغانتپه به حیث مفتش کار کرده است. او صاحب 2 فرزند بود. در پی انفجار مواد ترکنده در داخل بینای شعبه کارهای داخلی شهر قرغانتپه یک نفر دیگر مجروح شده است. نفر دیگری مجروح شده خادم دیگر پلیس با نشانه‌های دریدن پرده گوش به بیمارستان به نام بوری وحیدوی شهر قرغانتپه برده شده است. با اطلاع خبرنگار رادیو آزادی از شهر قرغانتپه بعد این حادثه در نزدیکی بینای شعبه کارهای داخلی قرغانتپه آدمان و خادمان پلیس جمع آمده حرکت ماشین در راه نزد این مؤسسه موقتا قطع شد. شب گذشته خادمان پلیس و انتظامی سلاح به دست در اطراف اداره پلیس قرار داشتند. از اول سال بار پنجم است که در شهر قرغانتپه ترکش رخ می‌دهد. در پی یکی از این ترکشات در ماه اپریل حسنبای رحمانوی 67 ساله ساکن قرغانتپه جان باخت. مقامات این ترکش را کار دست شریف جانی زاکر ساکن روستای ضربدار قرغانتپه که او از عضو داعش نام برده میشد دانستند و با این جرم او به حبس ابد محکوم شد. اما با گفته مقامات هلاکت کارمند پلیس در ترکش از حادثه‌های پیش فرق دارد.